ببخشید پاتک اومده اینجا؟ نه داش پاتریک اینجا نیست، اینجا رزیدنت اویل 4 دوبله فارسی پارت دومه. مرسی من رفتم. خدا وکیلی بهترین اینتروی بود که تو کل زندگی میتونستم بگیرم. خب الان ما کجاییم؟ جمع جایی که مأموریت رو میگیریم. یه جلو دکمه رو من دارم اشتباه میگیرم. یه جلو ببین میزنمت. بمیر دیگه، چند تا تیر میخواد؟ یادم پارت قبلی با 3 تا تیر میمردم. 5 تا زدم بهت، بمیر دیگه. بیوب زمین میکردی حاجی دیارو 3 تا تیر شاتگان داد. بلند شو ببینم، بذار من کلش رفت. یا قوطی نوشابه با کردی گفت. خب اینجا چیه؟ هیچی نداد. بچرخ دیگه. یه لحظه پارس نکن. اینم از این. ریلود کن. مرغو میشه کش. کلاغو شد. یه جلو. آره میشه کش. چیزم میده؟ هیچی نداد. ناموسن؟ خب دیگه نمیکشیم پس. تخم مرغ. حاجی پشمون. بیا جلو. تبر بالا نگیر برا من. بیا جلو. بیا دیگه. داشت 5 تا تیر بهت زدم تازه کلا ترکید. این خونه رو چجوری میشه رفت توش؟ درش اینجاست اصلا. ای خدا وکیلی حال کردی چی میستادم؟ تو حلق یارو هم دارم میس میدم. داشت بمیر. وایسا ریلود کنم بابا. نه همشون یا پشتک میزنن یا کلشون میترکه یا شوت میشن. دیدی از هر 10 تا تیر 9 تاشو میس میدم. اینا چیه که بشکست؟ منظور چی میده؟ 1000 تا پول. حاجی اصلا غنی دارم میشم تو این بازی. پولدار شدم. بیا جلو. پاتو بزنم. من یه روش پیدا کردم. آقا بای دهنه سرویس. خدا وکیلی به سبک امباپه میشوته. زنده ای تو داداش. ریلود کن. تیر دارم اصلا. بابا مپو وا نکن، تیر رو نشون بده. آره حاجی 41 دارم. حاجی پشمو. چی میدی؟ تیر میدی. به یه سوال. کجاست دقیقا؟ یکی باید این ور باشه. بذار برم پایین چیزش کنم. یعنی بزنمش چیزش کنم که حالا همچین چیز خوبی این حرف خوبی. بالاست. آره به این کجا گذاشته؟ خدا وکیلی باید چند تا میس بدم اینجا. اصلا ضرب اول نمیشه زد اینو. ولی من زدم. ناموسن؟ یکیو جدی میدونم باید چیکار کنم. اینو قبلا توی یکی کلیپی دیده بودم. من چرا بازش کرد؟ لعنت بهت. ببین لعنت بهت. نمیشه بست. جان بچت ببند. خدا وکیل من فکر کردم زب در بزنم اینو بهم میده. چی دیگه؟ یعنی با اینکه میدونستم چجوریه بازم خراب کردم. برو بیرون. دیدمش زنجیرشو دیدم.
دیگه کجا داره؟ یعنی هم این بغله. اینه. یکی هم قاعدتا باید اینجاها باشه. معلومه؟ آها اصلا اینه. داشت اونی که ثابت وای میسه من میس میدم، این دیگه داره تکون میخوره دیگه. این دفعه دیگه نشونه روشه، باور کن. آها بالاخره همین شیشمی 6 تا تیر از من گرفت. دیگه کجا داره؟ اینم دم در اونوره. دم در اونور میشه کدوم ور؟ میشه این ورا. اگه اینجا معلوم باشه خیلی اوکیه. فکر کنم بدونم از کجا بشه رفت. نه باید بری بالا. اینی که بری بالا پنجره باید بیای بیرون. از این بالا باید راه داشته باشه. دقیقاً. اول اینو بگم. چی گفتم دقیقاً؟ بزنش، خیلی دوره. برو بالاتر، به چپتر. آها حاجی پشمام اسنایپ زدم. چیزی نیست اینجا؟ چرا این توی چیزی هست؟ اینجا چیه؟ واه، جواهر، یاقوت، قیرات، الماس. نمی که اصلا هیچی نداد. بالا چیزی نیست؟ نه چیزی نیست. خب اول یه ریلود شاید آماده باشیم. بعد اینکه بنده خدایم کامنت گذاشته بود نسخه اچی رو بریز، خیلی بهتره. او سنگ. حقیقت این که من دارم توی شبیه ساز بازی میکنم. بزن توی شبیه ساز بازی میکنم برای اینکه بتونم دسته بس کنم. و اینکه کلا دو نسخه بیشتر نداشت، یه نسخه دوبله یه نسخه اصلی. پشمام کابوی آواتار. اینو بذار. سر همین من چیزی به اسم نسخه HD نمیتونم دانلود کنم. یه خفاش. این خفاش بود. ولی باور کنید چی دیگه هم داشت برق میزد اینجا. مطمئن چیز دیگه نیست. اینجا کجاست؟ البته هنوز نرفتیم. بذار من یه ریلود کنم. اونو زد اینم ترکید. پرتش شکو میترکه. شانس آوردم اومدم عقب‌تر. داشت ننداز جانه بچت. جانه از او کلش رفت. اینه نمیشه ترکون. چرا میشه؟ به یه یاقوت دیگه. خدا وکیلی وقتی میگم یاقوت یه جوری کناش میدونی؟ صدا بوم میاد. بابا وا کن. اینطوری بود. جون دارم اصلا واجی. اصلا مرگو دیدم یه لحظه. چی شد؟ خودش ترکوندی؟ بده من شاتگانو بده من. بیا جلو.
اینیستا نداریم اینجا، فقط منم. اش وایسا. ببین الان تو اونو منفجرش کنی هم من به چوخ میرم هم به تو. منفجرش نکن خب. آره میتریکه؟ نه نمیتریکه. ای بابا دهن تو سرویس. بجی فکر نمی‌کردم اصلا بتریکه. وکیلی هر پورت داره اتفاقای عجیب تر میفته. اینجا چیه؟ اینجا هم ترکیده. گیاه قرمز، نارنجک. اینجا هم که هیچی نیست. اینم که هیچی نیست. ما بریم. خداحافظ. این لونه رو بزنی چیز نمیده؟ ای چرا میده؟ رد کریستال داد. نه البته چشم قرمز. چشم قرمز گربه. کلبه چی داره؟ یکی دیگه بزن. آها این خونه یه مقدار مرموز و عجیبه. بده من تیره رم بده. این تیره رم بده. آیا میخوای تیر رو بردارید؟ یه سیو هم بکنیم. خدا وکیلی خیلی آهنگ قشنگی داره. میخوام مثلا 10 دقیقه بشینم این آهنگ رو گوش بدم ولی باید بازی کنم. خب اینو بهتره کن. اینم بهتره کن. قاعدتا نبایدیم به ما دمیج میدادا. حالا ما که گیاه داریم بابا بزن. ترکیب کن. هر چی داشتیم خرج کردیم. اینم روش. هزار تا دیگه پول. اینجا چیه؟ به گیاه. یه صدا گروم گروم میاد. هی نشینو فکرم بغل باید فشار بدیم. اینجا چیه؟ اینجا خیلی حس خوفناک داره میده. واه خوف، خطر، ترس. صدا این کموده است. لوئیس میپره بیرون. ای بهتر نبود این کار آرومتر انجام میدادیم. تو اونا فرق داری. این تو که مشخصه از اونا نیستی. درسته. خود تو چی؟ خب معلومه که از اونا نیستم. یه خماره. سیگار داری؟ مثل اینکه مهمون داریم. به چه مهمونی. بهتر نمیشه. بچه جمع کنیم که صاحبش اومد. خفه شو. شاتگان داری باید لگت میزنی آخه. تمام شد. 81% تیرام اصابت کرده. ولی درست کلی میستادم. 39 نفر کشتم دوباره مردم. آقا سیوو بزن. آرامش. انسان‌های دیوانه، بهتر نیست که ما قدرتمون رو به شما انتقال بدیم؟ همچین میگه انسان نگاه خودش چیه؟ به
زودی در برابر این قدرت جادویی و مسحور کننده تسلیم میشی و به زانو در میای. هر روز میخوامت شدم انگار بیتابه درسته یا نه. هی با تو هم بیدار شو. اکه هی ولمون کن. این صدای لوئیس اصلا بهش نمیخوره. دیدن که انداختن اون این تو. ببینم بالاخره به میگی اینجا چه خبره؟ چقدر از من سوال جواب میکنی ها، بعد میری تو مقصود ماشین رو بازش کن. خستم کردی. ای پسر آرومتر. اسم من لوئیسه. اسم تو چیه؟ اسم من لئونه. اومدم تا این دختر رو پیداش لیون. کنم. ببینم تو اونو دیدیش؟ آجی لیون بود. غلط نکنم توی پلیسی. خاموشن؟ نه به قیافت نمیخوره. ممکنه. خیلی خوب بذار خودم حدس بزنم. ببینم اون دختر رئیس جمهور نیستش؟ زدی تو هدف. هنوزم نمیخوای اطلاعات بدی؟ قدرت‌های شیطانی. بیخیال داشتم باهات شوخی میکردم. شنیدم که یکی از روستایی‌ها راجع به دختر رئیس جمهور که تو روستا صحبت میکرد. ببینم تو واقعا کی کریتوس هستی؟ وارد میشود. اسمم لوئیس سراست. قبلا تو مادرید پلیس بودم. مادرید. اما الان به درد هیچ کاری نمیخورم. هیچ کاری جز یه شاگرد مکانیکی پاپتی. خب اینم بد نیست. تو جونتو به خطر انداخت رفیق. هیچکی به این خاطر ازت تشکر نمیکنه. تو این اوضاع قاراشمیش قهرمان بازی به معنیه. داشت پولش خوبه قهرمان من یه بازی پلیس نیست. معمولی بودم اما فقط برای یه روز. چرا فقط یه روز؟ تازه کارمو شروع کرده بودم. اولین روز خدمتم بود که درگیر پرونده یه شهر راکان شدم. ببینم همون پرونده‌ای که به فعالیت ویروسی مربوط میشه؟ فکر می‌کنم یه نمونه از اون ویروس رو قبلا تو آزمایشگاه دیده باشم. کریتوس وارد میشود. یه کاری بکن قهرمان. آماده باش. حالا ولی جدا یکی از خوبی‌های رزیدنت ایول اورجینال اینه که وسط کاتسین دکمه میاره میگه بزن. کجا میری لوئیس؟ داشت لوئیس خارج شد از ایران. البته اونجا اسپانیاست ولی خوب. لیون صحبت میکنه. ببخشید که زودتر از این نتونستم باهات تماس بگیرم. حالت که خوبه آره؟ آره خوبم. نه والا. یکی از مردایی که گرفتار اونا شده بود و دیدم. اون گفت که اشلی توی یک کلیسا زندانی شده. چه بلایی سر اون مرد اومد؟ فرار کرد. از موقعیت دقیق اون کلیسا خبر داری؟ نه اما فکر میکنم یه راه مخفی تو روستا هست که به کلیسا منتهی میشه. دارم میرم اونجا. تمام. من این نمیخواست به ما اطلاعات بده. حاجی صدای هانیگن و لوئیس اینه دارم خب بدونم صدای اشلی چیه. از این طرف بیا جوون. حاجی ولی این صداش خیلی بهش میخوره. انتظار داشتم بگه خوشی اومدی غریبه. تیر چیه؟ تیر رایفل. رایفل فکر کنم همون استایپ میشه. اما هر جا میبینیم باید یه سیو بزنیم. آقا بیا سیو. تنها کسی که اینجا صداش به چهرش میخوره همینه. نظرت چیه به اینا یه نگاهی بندازی؟ حاجی به قیافه و لحن صحبت این فقط رجب میخوره. بازم چیزای خوبی برات دارم رفیق. منم چیزای خوبی برای خرید دارم رفیق. به خدا میدونم اینا رو. چی میخری؟ چیزای خوب. نقشه گنج این آره. همش همین. 30,000 تا پول دارم حاجی. اسنایپو بده بیار. همش همین. اش وایسا کنسلش کن. حاجی یه دفعه خارجی شد. چی میخری؟ حاجی عاشق صداشم.
همش همینه. آره برار. آره جا میشه. دستم خودش داره حرکت میکنه پشمام. متشکرم. این چیه؟ آها فهمیدم چیه. چی میخری؟ نه چیز نمیخوام بخرم، میخوام بفروشم. میفروشی. باجی عاشق صداتم. صدا بامشاد نمیده؟ پول زوری باده. آقا یه سوال، این جواهرات به درد میخوره یا نه؟ بفروشمش یا نه؟ این که مینم به درد نمیخوره، این یه نره استثنا حالا میدونم. همش همینه. آره داداش. ولی خب مثلا اینو بفروشم یا نه؟ مثلا چیزی قرار در ادامه بده که ما اینا رو بندازیم روشون یا نه؟ این دیگه شما بگید. بهش چشم. اوه درگیری. ببین درگیری اینجا قراره بیداد کنه. اونجا هم که سن این رجب بالاست باید بهش بگیم عمو رجب. رجب خالی نمیشه. بیا جلو. خدا وکیلی حال کردم. چیز نمیدی؟ یا موقع بلند شی؟ باید بلند شه. شما از ناحیه پا مردید. بیا جلو. با نیفتی بابا. ننداز بابا. خب نه ترک دیگه. دهن سرویس. مپو وا نکن بابا. این اینونتوری رو وا کن. انداخت. چی قشنگ قراره دهنمون سرویس بشه اینجا. اینو که میزنی چیکار میکنی؟ فقط فرار. بزن اونو بزن. حالا انداختش پایین ولی خب بهش وایسا. جان بچه‌ت، جان عزیزه، جان پدرت. اش نندازش. ننداز. زندم ولی زندم. هیچ تخم مرغ میشه خورد. ای پشمام میشه خورد. ده شاتگانو بده من. جواب نمیده. اش ریلود کن. بزن. کلش رفت. بزن من خاک برداری کنم. خب نباید میذاشی خاک برداری کنم. پیازا رو بده. بمیر تو هم. داشت نیفت پایین دیگه. حداقل یه پول به ما بده. یعنی از عمو رجب ما انقدر خرید کردیم این بدبخت پولدار شد. فردا دیگه یه دفعه با BMW M4 اومد. حساس همچین ماشینی. BMWش میدونم اصلا ولی M4شو نمیدونم. جدی M4ش شانسی گفتم. اگه واقعا باشه جدی پشمام. پرسیل نداریم بهش. اینجا بقالی نیست. یه جلو حاجی. هم کله اینو ترکونه. کله ترکیده داداش. چجوری داری منو میگیری؟ ایش خون بزن. کله نداری مشتی. کابوی آواتار. بله داشت بیا جلو. همه تونه میخوام با شاتگان بزنم. ریلود کن. بوداپتیت پرسیل. بوداپتیت بینم چیه ولی پرسیلشو نمیدونم. بودو تا نگرفتد. اشتم برو. به جلو. به جلوتر. حالا بمیر. داشت این جنو لامصب نه جلو. حاجی حال کردی چجوری پریش کردم. به جلو میخوام با چاقو بزنم. خب این یه دونه رو بابا مپو وا نکن. اینونتوری وا کن. این یه دونه رو میخوام با کولت بزنم. دیگه تیر شات کنم دیگه جدا دور ته میکشه. داشت بمیر دیگه. مثلا بیا جلو با این یه دونه میزنم به
به سبک زلاتان ابراهیم هویج میخوام بکشمت. یعنی کشتمت داشته باش. ای دهنت سرویس. احساس کنم پشت سرم هم هستن، سرم میام جلوتر. و به اذن پروردگار مرغ به پرواز درآمد. بذار ریلود کنم جان بچه. بده من این تیر رو بده. نزن. آه خواجی حال کردی چه جا خودی دادن ناموسن. بهش بمیر. با صورت میای. به تو بمیر. جان بچت. جان بچه دیگه جواب نمیده. ها بیا جلو. بودو داداش بودو. بزا برم. برو بیرون. بابا پرسیل نداریم میگم. بیا جلو. خدا وکیلی تیر شات کن میزنی نصفشون میرن. داشت بلند شد. نه جدی دیگه تیر ندارم تیر شات کن. بمیر. بابا دهنت سرویس. بزن خونو بزن خونو بزن بابا مپو نیار خونو بزن. آجی نمیم دارم چی کار میکنم حقیقت. فقط میدونم باید یه کاری بکنم. برو تو دهنت سرویس. برو تو بزن من دارم خاک برداری میکنم داشت. کله اونو پکوندم. بیا کله تو رو میخوام بپکونم. بمیر دیگه. بذارش بمیر دیگه. اصلا بیا میخوام با چاقو بکشم. حاجی چاقو رو دیدی چی کار کرد؟ آندرتیکر شدم یه لحظه. نمیشن یا اول فصل داشت این که کلید میخواد. خب این یه تیکش اورجینالش میام اورجینال ریمیک که شما بازی کردم میدونم. البته چه درم معلوم بود. چه وایسه بذار بیام بالا الان بهت میگم. بچه از ریمیک نمیشد رفت بالا اینجا. این تو ریمیک نمیشد رفت. ایول تیر شاتگان بابا شاتگان رو در بیار. دیگه نباید این تیر رو حروم کنم. ریلود کن. برو پایین. فقط برو پایین. بابا اینو ننداز برو پایین. اینه بچه آدم. برو تو. همونجایی که من بدم این تو آدمه. این به جای شاتگان اینو بده من. چه آدمه این تو واقعا. خب نه پس من الکی داشتم میگفتم. Meanwhile همون رجب این پشته. چی میخوری؟ حاجی عاشق صداتم همون رجب. متشکرم. یعنی نوکرتم. حاجی RPG داره. داش اینم بخر. همش همینه. آره داش همش همینه. هنوزم میشه خرید. بعد هیچی این آپگرید میکنی اینجا. این نمیشه آپگرید کرد. نه اینم نه. اون پاورش رو زیاد کنم نمیشه. 2000 years later آها نردبون رو من ندیدم. صدایم که میومد از اینجا صداش بیجه. داداش برادر عزیز الکی تیر نزن بچه جان. بابا میگم الکی تیر نزن. آها شد کلت رفت راه میره هنوز. داش بیوف. شما حضرت ابراهیم نیستی مشتی. حضرت ابراهیم بود دیگه بین سرداش راه میرفت. البته نه هیچی
حضرت ابراهیم فکر کنم خواب دید پسرش اسماعیل بین کله بود. یا نه کسی میدونه بگه. Flashback. آره دیگه بابا، خب مسیر رو شما ببین، اینجا رو شما نرفتی، همه رو کشتم آجی. خب کلیدم به دست آوردیم دیگه، باید بریم. چی میده؟ یه تیر اسنایپ، یه تیر اسنایپ. به به، بس همینجوری الکی هم نبود ها. بهش دارم کلید دیگه، بیار. یعنی من باید وصل کنم به این. آره خونه جدید یعنی لوت جدید، لوت جدید یعنی پول جدید، پول جدید یعنی عمو رجب پولدارتر میشه. چرا؟ چون ما میایم از چیزیز میخریم. اینقدر بدم میاد بشکه میشکنی چی نمیده. تاجه؟ مثلا اینو بذار من اول بشکنم. تاجه؟ آره تاجه. چجور بگیرمش؟ یکی بد هست. خب احتمال جلوتر باید مسیر بده دیگه، یعنی باید مسیر بده. یه چی اینجا چی نیست؟ نه یه چی نیست. احساس کنم سه ها رو یه جوری دارم میگم، مثلا نیست. صدا چیه؟ به جلو بهش آرام باش. آها، ضربه به سبک ابراهیموویچ. نخورد. داشت یه مقدار زیاد شدید. خب من اینو بزنم. داشت بذار ریلود کنم، نرو. آجی اومد بگیره نتونست. بابا دهن همه تون سرویس. بودو چی دارم؟ اینو بیا بالا، اینو بیا این بر، اینو استفاده کن، اینم بنداز. داشت بیا جلو. نه اینو بنداز. های دهنت سرویس. من آره نقشه گنج خریدم جلوتر. آره جلوتر گنجه. Meanwhile. یا بالفاس. وایسا یه نقشه بهتر. اسنایپو بده من. یه دارم از این استفاده کنیم با افتتاحشه. خب خودشون ترکوندن. با این میس میدین آموسن. وایسا ریلود نکن بابا، ریلود نکن. آقا خون بزن، خون ندارم. بشین. خودشونو کشتن. یه تله مله احساس کنم اینجا ساره. اون اسلحه منو بده، اینا با تیر میشه چی که خونسا کرد. من یه دونه پام به اینا بخوره مردم. جان بچت بگو که این گیاهه. آره استفادهش کن. تا لبه مرگ رفتم، یعنی جدی چند باره دارم تا لبه مرگ میرم ولی نمیمیرم. اینجا چیه؟ تیر داره. جدا خداوکیلی منطق میگه که باید اینجا مثلا یه یاقوتی چیزی باشه، ولی تیر چیزی نیست اینجا. نه اینجا چی؟ آره 3 تا هست. اینو چجوری میستادی؟ یه هدف ثابت مشتی. اینجا چی بود؟ باور کن یه چی بود. تو این کوره چیه؟ میگم مثلا منطقش اینه که یه یاقوتی چیزی اینجا باشه. اینجا که ایشاله چینی من پا بذارم. خب چی داد؟ به اینجا چیه؟ ایشاله که خالی نیستی بابا، من جدی نیاز دارم. ایول خود بازی میدونه من چقدر نوب سگم، داره همینجا بهم خون میده. داشت وردار. الان یه سالی میره بیرون. نه نمیره بیرون، خدا رو شکر.
بجیم وایسا بینم الان. من نفهمیدم چی شد. جلوتر. خب هیچ. به جلو. بمیر 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 دیگه، بی تربیت. 5 تا تیر بهت زدم، 6 تا تیر بهت زدم. هفتمون شوتت کرد. خب انقدر نمردی. تو هم بیا جلو دیگه. ننداز اونو بابا، دهنت سرویس. خب ببین بلند نشدی. خب بلند نشد. Meanwhile, داشت بیا جلو. خب یا من اول ریلود کنم بعد شما بیا جلو. بزن دیگه. اشتباهی دارم مربع رو میزنم. داشت باور کن میشد زده. روزم شد. داشت وایسا. پرسیل نداریم میگم. من بین پرسیل صحبت کنم. اما ما رو سرویس کرد آخری چی نداد. 2000 years later. ترجره رو رد کردیم آجی. با برگرد ترجر. هیچ ترجری اینجا از دست من در نمیره. آها حال کردی اصلا؟ نه حال کردی؟ الان ترجره همین بود دیگه. آره همین بود. 2000 years later. بش اینا یه بپری پایین. به به ماهی بود. ماهی رو میشه زد؟ آره دیگه میشه. بش خودت بیا بینید. خودت بیا. تیر نمیخوام بزنم. ها جام کلی چیز میز ریخته. مثلا چرا پول باید اینجا باشه تو فاضلاب؟ البته اگه میسش ندم یا میس دادم ماهی جلو پامه میسش میدم. البته یه ماهی باور کن من زدم. یه اونور نداریم. بیا همینجا. ها آها اینم بزن. آها ماهی ها رو میشه خورد. یه ماهی نمونده دیگه. همونو بریم بالا. یه ترجر دیگه هم احساس کنم بودا. اون کجاست؟ اون بیرونه اینجاست. یعنی چی؟ یعنی ما باید از اینجا بریم بالا که بره بیرون. تو چیه؟ به به پول. چه برمیگرده همونجا. آها ببین این دفعه دیگه من در رو وا نمی‌کنم. خب نه اشتباه نمی‌کنم. همینو بده. حالا دیگه میخوای اوپنش کنی اوپنش کن. این چیه؟ چی میگه؟ Does the sign post mean more booby traps؟ باور کن نمیفهمم چی میگه. وقتی نمیفهمی چی میگه چرا الکی میخونی؟ ها ببین داشتم میرفتم. یه اینجا اومد خدا رو شکر. تریجره رو باید دوباره برام بردارم. بزن اینجا چی؟ با میس نده. میس نده.
حالا اینو چجوری داری میس میدی؟ 2 قدم باهاش فاصله داری، چجوری داری میس میدی؟ اینو بزدن پول داد. سری قبلی احساس کنم 1500 تا داد. کلاغا هم ترکیدن. الان خدا وکیلی فکر میکنی من نمیبینم اینو؟ شینجی میکامی؟ Meanwhile داشت خونه تو پر کن، داری میمیری بدبخت. اوه این چقدر گنده است. این فکرم خیلی خوب فروش بره. این استفاده کن. چیه؟ فهمیدم. الان فکر کنم اینه ها. 2 حرکت حلش کردم حاجی. مثلا دیگه برو برای بچه محلات تعریف کن. اوپنش میشه کرد. تیر تو بده. این چه کلیده. به به. خب حقیقت حال ندارم بخونمش. این کموده چیه؟ به پول. تو فقط پول بده به من. کاتسین پخش شد. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. من خود خدا یعنی ریدم گوشت با منه یا نه؟ شاید مردیم دیگه ما. خدا وکیلی الان منطقه چشینجی میکنه. خفش کرده داره میکشش. خون ما هستی، با این حال هنوز غریبه ای. یادت نره که اگه بخوای ما رو عصبانی کنی باید تقاضا سختی رو پس بدی. پس باید خیلی حواستو جمع کنی. چشم. گوشت با منه یا نه؟ تو که میدونی آقا من دست از کارم نمیکشم. هم خون؟ داری ما رو خفه میکنی بعد نمیکشی. من چند دقیقه سر رکوردم. لیون اطلاعات جدیدی به دست آوردم که ممکنه به دردت بخوره. ممنونم ازت، بگو. ظاهرا یه گروه مذهبی درگیر این قضیه. نه بابا. اسم این گروه لوسیلومیناتوسه. لوسیلومیناتوس؟ چه اسم عجیبی. راستی تو روستا با یه موجود عجیب برخورد کردم. حالت که خوبه آره؟ نه. حالم خوبه ولی اون میتونست منو بکشه، اما نمیدونم چرا گذاشت که من فرار کنم. اصلا اون نمیدونم. به من گفت که من باهاشون همخونم. ببینم معنی این حرف چیه؟ با اونا همخون هستی؟ خیلی جالبه. به نظرم بهتره به جای حل معما به کارهای اصلیمون برسیم. حق با توه. هر چه زودتر اون کلیسا رو پیدا کن لیون. مختصات کلیسا رو شما باید بدید و من پیداش کنم. به فکر کردم من میگذارم. آقا یه چیزی هم بگم. اینه من کلیپشو دیدم قبلا. اینجا برگردی کاتسین لعنتی. همین الان تا اونور نرفتی؟ اینجا میتونه بکشه ولی باز نمیکشه. چرا بخاطر ایشون. به به. ایدا. اینم کاتسین مخفیش. او سیف. آقا دیگه احساس کنم خیلی داره ویدیو طولانی میشه دیگه، همینجا تمامش میکنم با این آهنگ زیبا.